ای اهل ایمان، دشمنان من و دشمنان خودتان را به عنوان دوست اختیار مکنید. شما به آنها اظهار دوستی میکنید در حالی که آنها نسبت به آنچه به حق برایتان آمده کافرند. آنها پیامبر و شما را به خاطر ایمانتان به الله که پروردگارتان است از دیارتان اخراج کردند. اکنون اگر برای جهاد در راه من و رضایت من بیرون آمده اید، در نهان با آنها اظهار مودت نکنید، زیرا من به آنچه در نهان میکنید یا آشکارش میسازید آگاهترم. چنانچه کسی از شما مرتکب چنین کاری شود، بیشک راه درست و رستگاری را گم کرده است. چنانچه بر شما مسلط شوند با شما چون دشمنان رفتار میکنند و دست و زبانشان را